مهر ماه 1401 دختری جوان همراه با زنی میان سال با مراجعه به پلیس اصفهان اظهار داشتند که از دو برادر به نامهای احد و امین شکایت داریم. این دو برادر متجاوز هستند. دختر جوان گفت علاوه بر این که در گذشته مرا مورد آزار و اذیت قرار دادن، با دوستم هم همین کارو کردن و الان او در بیمارستان بستری است. مامورین پس از ثبت این گزارش پرونده را به صورت ویژه مورد پیگیری و بررسی قرار دادند. شما را به شنیدن ادامه و جزئیات این پرونده دلخراش دعوت می کنم. خیلی ممنون میشم که از کانال ما حمایت کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. لایک و کامنت هم فراموش نکنید. پلیس متهمین اصلی پرونده را شناسایی و هر دو نفر را دستگیر کرد. اما احد و امین اظهار بی اطلاعی کردند و منکر همه چیز شدند. اما پلیس آگاهی به صورت حرفه‌ای و تخصصی مدارک و مستندات را جمع آوری می‌کرد. به همین دلیل پرونده یکی از شاکیان که یک زن میان سال بود و ادعا داشت که مدت زیادی این دو برادر دخترم را مورد آزار و اذیت قرار دادند و او اکنون در بیمارستان بستری است، مورد بررسی قرار دادن. با توجه به مشخصات مریم پلیس تیمی را تشکیل داد و راهی بیمارستان شدند تا داستان را از زبان مریم بشنوند. مریم به زور حرف میزد و دکتر معالجش به پلیس گفت این دختر به علت آزار و اذیت بیش از حد و رابطه بیش از حد از پشت خونریزی داخلی کرده و ممکنه هر لحظه جونش رو از دست بده. مریم به بازپرس گفت پدرم مرد متعصبی بود. ما 3 خواهر هستیم. 2 خواهرم مهتاب و مینا از من کوچکتر هستند. 18 ساله بودم به زور پدرم راضی کردم و کنکور دادم. به هزاران اصرار به هم اجازه داد در رشته هنر و طراحی و گرافیک درس بخونم. ولی پدرم همیشه اخماش تو هم بود از اینکه من دانشگاه میرفتم. ولی من با خودم عهد کردم که سخت تلاش کنم تا موفق بشم. در عرض 1.5 سال فوق دیپلم گرفتم و حالا باید پدرم رو راضی میکردم که به سر کار برم. پدرم مشغله کاری زیادی داشت و کمتر به خونه می اومد. یه روز به خونه اومد و با عجله کلی سند برداشت و گفت ورشکست کردم و کلی بده بالا آوردم. حتی مجبور شد خونمون رو هم بفروشه و همه رو به بدهکاریاش بده و ما هم رفتیم خونه مادر بزرگم زندگی کردیم. مادر بزرگم یک پیرزن بددهن، بدبین و خسیس بود. من و مادرم داشتیم دیوونه می شدیم که باید اونجا زندگی کنیم. مادر بزرگم به محض اینکه ما رو دید متوجه شد که پدرم بد گند زده که ما مجبور شدیم اونجا بمونیم. یک روز یکی از دوستان مادر بزرگم همراه با دختر شبنم برای شام به اونجا اومدن و من با شبنم آشنا شدم و به مرور زمان رابطمون خیلی صمیمی شد. شبنم برخلاف من دختر آزاد و راحتی بود. مدتی گذشت از بابام هیچ خبری نبود تا اینکه فهمیدیم طلبکارا بابامو زندان انداختن. من خیلی ناراحت بودم ولی شبنم بهم گفت خیالت راحت باشه، همه جوری بهت کمک میکنم. شبنم من رو به عنوان یک گرافیست به یک شرکت معرفی کرد. با کمک شبنم تونستم یه خونه اجاره کنم و خیلی آزاد و راحت شده بودیم. ولی مادرم از اینکه بار زندگی روی دوش من افتاده بود خیلی ناراحت بود. از طرفی من میدونستم که تمام لطفی که شبنم به من میکنه نمیتونه از روی مهربونی و دلسوزی باشه و حدس میزنم یه جریانی باید این وسط وجود داشته باشه. روز بعد با شبنم به شرکت رفتیم. یه شرکت بزرگ و شیک. مدیر عامل و پسرش رو دیدم ولی وقتی پسر مدیر عامل احد رو دیدم قلبم ریخت. وای چقدر خوشتیپ و جذاب بود. اونا از نمونه کارای من خوششون اومد و استخدامم کردن. هر روز که به سر کار میرفتم رابطم با احد روز به روز بیشتر میشد. احد از من رابطه میخواست و منم به خاطر اینکه احد رو از دست ندم مجبور شدم خودم رو کامل در اختیارش بذارم. هر روز یه لباس زیر جدید براش میپوشیدم تا ولم نکنه. تمام جریانا رو برای شبنم تعریف کردم
ولی شبنم ناراحت شد. هرچی بهم گفت احد ازت سوء استفاده میکنه، ولی من هیچ اهمیتی به حرفای شبنم ندادم و فکر میکردم که شبنم به من خیلی حسودیش میشه. یک مدت به همین شکل گذشت تا یک روز که به شرکت رفتم پدر احد رو با برادرش امین دیدم که با عصبانیت به من نگاه میکنن. پدر احد گفت خیلی دختر ساده‌ای به نظر می رسیدی، ولی تو پسر منو اغفال کردی و منم فرستادمش خارج از کشور تا بیشتر از این آبرومون نرفته. اصلا باورم نمی شد که احد منو تو این شرایط ول کرده و رفته. اون روز خیلی حالم بد بود. به خونه رفتم و توی اتاق خودم رو حبس کردم. هرچی مادرم ازم سوال میپرسید که چی شده نمیدونستم اصلا چی باید بگم. فردای اون روز دوباره به سر کار رفتم، ولی امین بهم گیر داده بود که یا باید با من رابطه داشته باشی یا از شرکت بیرونت میکنم. منم که تمام خرج و مخارج و اجاره خونه مادرم و 2 خواهرم رو دستم بود، مجبور شدم همه حرفای امین رو قبول کنم و باهاش رابطه کنم، تا جایی که دیگه احد رو فراموش کردم. توی این مدت امین کمکم کرد که یه آپارتمان پیش خرید کنم و راحت تر زندگی کنم. شبنم هرچی میگو بازیچه دست این 2 برادر نشو، من منظورشو نمیفهمیدم. من کار میکردم و 2 خواهرم سخت درس میخوندن تا اینکه موفق شدن هر دوشون. و اون روزهای خیلی خوبی بود از اینکه دیدم 2 خواهرم موفق شده بودن. تا اینکه یک روز امین گفت دیگه از اینجا خسته شدم، امروز رو به خونه من بریم، برات یه سورپرایز خیلی خوب دارم. امین توی برج خیلی شیکی زندگی میکرد، ولی وقتی بالا رفتیم کسی که در رو باز کرد احد بود. احد دستش رو دور گردنم انداخت و از پشت به من چسبید. هر 2 برادر منو گرفتن و تا صبح بهم تجاوز کردن. هر دوشون بیرحمانه از پشت ترتیب منو دادن. تو لحظاتی که هر دوشون بهم تجاوز میکردن فقط یاد حرف شبنم افتادم که گفت گوله اینا رو نخور، تو تله این 2 برادر نیفت. اون شب هر بلایی که دلشون خواست سرم آوردن. فردا صبحش به خونه رفتم، ولی امین بهم زنگ زد و گفت اون آپارتمان که برات پیش خرید کردم و به نامت میزنم، ولی از ما شکایت نکن. منم خانوادم رو به اون آپارتمان بردم و فعلا به خاطر اینکه خواهرام و مادرم راحت زندگی کنن چیزی به کسی نگفتم. فقط به شبنم گفتم و گفت این 2 برادر همین بلاها رو به سر منم آوردن و به هم گفتن تا یک کسی جایگزین خودت نکنی باید هر روز با هر 2 ما رابطه داشته باشی و من مجبور شدم تو رو به اونا معرفی کنم. و شبنم خیلی ناراحت بود از این کاری که با من کرده بود. چند مدت مجبور بودم با این 2 برادر رابطه داشته باشم و تحملشون کنم تا بتونم یه کار دیگه پیدا کنم. به خودم میگفتم یکی باید فدا بشه تا بقیه راحت زندگی کنن. تا اینکه یک شب احد و امین اینقدر مست کرده بودن که من رو به تخت بستن و تا صبح بهم تجاوز کردن و من از شدت درد و خونریزی صبحش مجبور شدم به شبنم تماس بگیرم و او سریع منو به بیمارستان رسوند. وقتی به بیمارستان رسیدم کاملا بیهوش شدم و الانم که اینجا هستم و از این 2 برادر شکایت دارم. مریم به خاطر وخامت حالش بعد از 1 هفته در بیمارستان به خاطر خونریزی داخلی جونشو از دست داد و دادگاه این 2 برادر تشکیل شد و پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی نهایی صادر شد. این 2 برادر به خاطر آزار و اذیت و تجاوز به چندین دختر که حتی باعث مرگ مریم شده بودند به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شدند. اکنون احد و امین شمارش معکوس برای اعدام اونها آغاز شده، ولی به نظر شما این حرف مریم درست بود که 1 نفر باید قربانی شود تا بقیه راحت زندگی کنند؟ لطفاً جواباتون رو برای من کامنت کنید. خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید و امیدوارم که به بهترین وجه براتون روایت کرده باشم. همچنین پیشنهاد میدم پرونده راز قتل مهندس شهرسازی و همسرش رو حتما ببینید که اعتماد بیش از حد چه بلایی سر خانواده میاره و مراقب خودتونم باشید.